دادستانی کل تاجیکستان برخی تفصیلات پرونده پرسر و صدای قاچاق حدود 1.4 تن طلا و $10 میلیون و اسعار دیگر خارجی را نشر کرد. در گزارشی که روز 3 می در سامانه دادستانی کل نشر شد، گفته می شود که صبح‌الدین نظرов رهبر این گروه قاچاقبر و هم‌مسلکانش روز 14 نوامبر سال 2020 با استفاده حجت‌های قلبکی به واسطه دیدبان‌های گمرکی 5 پایان ریاست منطقوی گمرک در ولایت ختلان نزدیک 90 کیلو طلا، 13.5 میلیون ریال شایگری عربستان سعودی و 200,000 پوند استرلینگ بریتانیای کبیر را از شخصان نامعلوم قبول نموده با ماشین تمغه ستارکس با مقصد قاچاق تا ترازوی دیدبان‌های گمرکی 5 پایان آوردند. در اینجا کارمند گمرک 5 پایان محمد رضا شریپوف بدون حجت اعلامیه گمرکی به وارد کردن این مقدار بزرگ طلا و اسعار خارجی اجازه داده است و سپس صبح‌الدین نظرов به واسطه کارمندان گمرک ظریف اصلانوف و کارمندان ملیسه ناحیه جیهون قطب‌الدین آدینه‌زاده حدود 90 کیلو طلا و مقدار بزرگ پول را از 5 پایان به دوشنبه انتقال دادند. خود همان روز ساعت 18:00 صبح‌الدین نظرов و هم‌مسلکانش فردوس سفروف در فرودگاه بین المللی دوشنبه هنگام پرواز به سمت دوشنبه دبی از جانب کارمندان پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان دستگیر گردیده از آنها نزدیک 13.5 میلیون ریال سعودی، 200,000 پوند استرلینگ و حدود 90 کیلو طلا یافت و مصادره شد. بررسی این پرونده ماه اپریل در دادگاه دوشنبه به انجام رسیده. دادستانی کل بدون ارائه جزئیات نوشته است که دادگاه پایتخت به نظرov و هم‌مسلکانش جزای سزاوار داد. این در حالی است که دادگاه دوشنبه قبلا خبر داد که از 9 نفر گناهکاران در این پرونده قاچاق عصر 8 نفرش به مهلت همگی از 2 سال تا 5 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. کارمندان گمرک 5 پایان محمد رضا شریپوف با همگی 2 سال کارهای اصلاحی خلاص شده است. چون این حکم سبک نسبت به آنهایی که به قاچاق در عموم قریب 1.4 تن طلا و $10 میلیون و دیگر اسعار خارجی ایبدار می شدند، موج انتقاد را در جامعه به بار آورد.